آقا سلام به همه، چطورید؟ این ویدیو رو گرفتم گفتم کلا بخش و کاراکتر دک دوئل رو توی ویدیو حالا چند دقیقه کامل یه توضیح بدم که حالا بعضی که تازه حالا نتشون وصل شده، حالا وارد شدن، خودمون تازه نتم وصل شده هرچند. آره، یه تحقیقی کردم، یه چند تا دوئل هم زدم، گفتم یه توضیح کامل و جامع درباره این بخش کاراکتر دک دوئلی که تازه اد شده به قسمت پی وی پی بدم که حالا الان بهتون توضیح میدم که یه واقعا چیز بروکنیه، خیلی چیز خفنی اضافه شده. شاید این بهترین ویژگی تو 10 سال اخیر به لینکس اضافه شده. حالا الان دلیلشو میگم. ببینید تو این بخش خب مثل یه قسمت کاملا جدا از گیم میمونه که میتونید به صورت آنلاین دوئل بزنید، اما فرقش چیه؟ تو این بخش برای دوئل زدن انتخاباتون کمه، خیلی زیاد نیست. مثلا اینجا شما کاراکترهایی که میتونید انتخاب کنید فقط همیناست، یعنی یوگی، کایبا، جوی، جیدن، زنگ، یوسی، جک، یوما و شارک. کلا اینا همه کاراکترهایی هستن که میتونید انتخاب کنید. اینا هر کدوم یه دونه دک واسهشون هستش که اینجا برید مثلا این دک شارکه، اینجا میزنید میبینید این دک شارکه، تغییرش هم نمیشه داد. این فقط با همین دک میتونید برید رنگ دوئل بزنید، رنگ مخصوص خود کاراکتر دک دوئل. حالا چی درباره این حالا فرمتی که جدیدن اضافه شده خیلی خفنه اینه که شما نیاز نیستین دکا رو بچینید. از اول گیم همین وارد گیم بشید بهتون این دکا داده میشه، دک همین کاراکترایی که نشون دادم همشون بهتون داده میشه و میتونید راحت باشون دوئل بزنید دیگه. تغییرش هم نمیتونید بدید. این لیستی که این پایینه رو الان توضیح میدم چیه. این با همین کارتا میرید جلو، دوئل میکنید و تمام. حالا یه نکته مهمتره دیگه. شاید فکر کنید آقا خب اینم یه ایونت دیگه است، مثل ایونت مثلا لگاسی دوئل و این چیزایی که دادن، اما نه، این خیلی خفنه به خاطر اینکه شما میتونید چیزایی که تو این ایونت کاراکتر دک دوئل میگیرید و تو فرمت واقعی که همون رنگ باشه هم استفادهش کنید. حالا فرقش چیه؟ وقتی این استارتر دکایی که بهتون گفتم اول وارد گیم میشید بهتون داده میشه واسه این کاراکترها که الان نشون دادم، اینا رو تو در واقع کارتای واقعی هم به دست میارید. یعنی به فرض مثلا من الان تو این دک نشون بدم، من قبلا 6 تا باستا شارک نداشتم، من قبلا کلا 3 تا باستا شارک داشتم، اما الان چون این استارتر دکو گرفتم 3 تا دیگه هم بهش اضافه شده 6 تا. الان میتونم داخل دکم مثلا اگه یکی باستا شارک نداشته باشه این بعد باستا شارک داره 3 تا میتونه استفاده کنه. یعنی کارتایی که داخل این استارتر هست به همه داده میشه. این یه موضوع خیلی خوبه، مخصوصا واسه پلیرهای جدید که تازه گیمون نصب میکنن، اصلا هیچی ندارن، کویره. اصلا این یه مشکلی بود، یه موزلی بود که اصلا یکی از مهمترین مشکلات لینکس بود که حالا تا حدودی میشه گفت برطرف شده. این یه موردش. حالا درباره مکانیک خود حالا این ایونتی که اضافه شده، قسمت جالبش اینجاست که همه با همین دکایی که میبینید دوئل میزنن، اما تفاوت بین دکا مثلا ممکنه دک شارک من با دک شارک یکی دیگه فرق کنه. حالا چه جوری؟ شما میتونید دک خودتون رو آپدیت کنید. این کارتایی که اینجا میبینید خب این کارتایی که میتونید به دکتون اضافه کنید یا ازش کم کنید. خب حالا الان بهتون جزئیاتش بیشترش هم توضیح میدم. این کارتا رو میتونید اد کنید یا حالا حذف کنید دیگه، جایگزین کنید به قول معروف. اما نه، خیلی هم نمیتونید دکتون رو عوض کنید. شما وقتی میرید تو قسمت جوایز اینجا، اولا بهتون میگم که وقتی دوئل میزنید خب یه آیتمی بهتون میده به اسم رسپکت اورب که این نماد این 2 تا دست است که در واقع دستشون رو زدن به هم دیگه. اینو بابت وقتی دوئل میزنید دیدید یه اسکوری بهتون میده، نمیدونم چند، مثلا مینویسه 4300. این بابت دوئل که میزنید دوئل تموم میشه، بابت هر 1000 تا از این اسکورایی که گرفتید یه دونه از این اوربا بهتون میده. این اوربا به چه درد میخورن؟ با این اوربا میتونید برید تو بخش شاپ ایونت خرید کنید و چیزای باحالی تو شاپ داره. مثلا 10 بار میتونید 50 تا جم بگیرید. من الان 2 تاشو خریدم شده 8 تا. من کنید قیمتش هم اینجا زده 15 تاست، یعنی 15 تا اورب میدی 50 تا جم میگیری، 10 بار میتونی این کارو بکنی. یعنی با 150 تا اورب میتونی 500 تا جم داشته باشی. کلا شما تو لینکس هر 2 تا فرمت راش و اسپید رو کاک کنید انقدر بهتون جم نمیده که اینجا جم بتونید بگیرید. حالا سختیش هم فکر نمی‌کنم خیلی سخت باشه، چون کلا قرار 150 تا اورب بگیرید دیگه. حالا اسکوری که حالا از بردن گیم بخواید بگیرید، مثلا بگیرید مینیمم تا این حالت 3 تا باشه، باختن مثلا 2 تا باشه، میتونید بگیرید. به نظرم با مثلا 50 تا دوئل میتونید تو یه ماه بگیریدش. حالا نکته مهمتر اینه که این جوایزی که اینجا میبینید، این جوایز آپدیت میشن، یعنی هر ماه دوباره ریست میشن. الان میبینید اینجا 10 تا میتونید 10 بار میتونید 50 تا جم بگیری، ماه بعدی این ریست میشه دوباره میتونید 500 تا جم دیگه بگیری. خیلی چیز خفنیه. بعد فقط هم جم نیست، میتونید چیزا دیگه هم بگیرید. مثلا این اکسیره که جدید اضافه شده، این اصلا تو گیم نبود. این اکسیره رو اگه بگیرید میتونید ازش استفاده کنید، لول یک کاراکترتون رو یه دونه ببرید بالاتر. مثلا فرض کنید
من کاراکترم به یه جای رسیده که لولاش دیگه خیلی سخت پر میشن، مثلا چه من رسیده لول 40، من میخوام یه دونه لولشو برم بالا، مثلا 250 تا جمشو بگیرم، اینو استفاده میکنم زارتی لولش میره بالا، 250 جممو میگیرم میام بیرون، فقط کافیه 10 تا اورب بدم یه دونه این اکسترا خرج کنم. خیلی چیز خفنی. بعد تازه میتونید دوباره، این مهمترین چیزش اینه که این ایونتش همیشگی قراره باشه، از این ایونت هایی نیست که 10 روز میام میرم مثل لگاسی دوئل و اینا، این هر ماه ریست میشه واسه خودش و جوایزشو دوباره میتونید بگیرید. حالا شاید بگید خب حالا اینم مثلا یه فرمتی میشه که حالا درسته یه ذره فانتر، مثلا کاش مثلا حالا ضعیف‌تر از فرمت اصلیه، اما نکته خوبش اینجاست که این فرمت هم حتی واسه خودش بن لیست داره، کاراکتراش آپدیت میشن، کارت جدید اضافه میشه. الان فکر کنم حدود یه ماه از اومدنش میگذره، یه دونه بن لیست گرفته، یه دونه بن لیست ریز داشته بودن، کاراکترهای جدید بهش اضافه شده، فکر میکنم یکی دو تا، بعد چند تا کارت هم بهش اضافه شده. حالا درباره تغییر دکتون که گفتم، اینجا ما یه بخشی داریم به اسم آیتما. این ستارهایی که اینجا هستش، خب به اینا میگن گرید. این گریدا خوبی که دارن اینه که واسه هر کاراکتر ماکسیموم 5 تا میتونید بخرید، با 5 تا خیلی هم ارزونه. بهتون چه قابلیتی میده؟ بهتون این قابلیت میده مثلا من الان ستاره مثلا این گرید یوگی رو بخرم، میتونم اون استارتر دکه بودش که نشونتون دادم، اون استارتر دکه رو میتونم یه دونه یه کارتشو عوض کنم، یه چیزی بهش اضافه کنم یا یه کارت جایگزین کنم. به این صورت الان مثلا من میرم تو دک رجنو، چند گرید این صفر الان اون بالا زده بود، من الان چیزی به این نمیتونم اضافه یا کم کنم. میتونم الان مثلا میگم این کارتو اضافه کنم، اگه این ستاره میبینید بالاش اومد، اگه اینو داشتم گریدش 1 بود میتونستم این کارتو اضافه کنم، یک دونه اکسترا کم کنم، از این دک استفاده کنم. اما چون ماکسیمومش واسه هر کاراکتر گرید 5 میتونید بشید، 5 تا کارتو بیشتر نمیتونید عوض کنید. این از این نظر محدودیت خیلی خوبیه که بعضی حالا سوء استفاده نکنن، یه دفعه دک بروکن بچینن. حالا این گریدو که آره با 25 تا قشنگ راحت میتونید دک بهتر واسه خودتون بچینید. واسه هر کاراکتر هم فرق میکنه. اگه مثلا یه کاراکتر خاص استفاده میکنید دقت کنید دارید گرید مثلا کیو میخرید. من الان گرید رجنالدو بعد میخریدم، و گرید یوگی نمیتونم گریدمون رو عوض کنم. حالا این از قسمت دیگه این که حالا بالترین قسمت این ایونت از نظر من، حالا واسه کسایی که اون پلیرایی که حالا جدید اومده بودن که هیچی با این ایونت اصلا عشق میکنن، لذتشو میبرن واقعا در حد واقعا خدا، ولی واسه حالا پلیرایی که مدت حالا زیادی تو گیمن شاید بگن خب این ایونت به درد ما زیاد نمیخوره، اما غیر از جمش، اما خیلی جالبه. با این ایونت حتی میشه کارت جدید کانورت کنی، خیلی باحاله. میری تو شاپش، همین قسمتی که نشون دادم بغل این آیتما یه قسمت کارت هم داره. اینا کارت ها رو میتونید با هزینه 100 تا 30 تا ریسپکت اورب آنلاک کنید. یعنی واسهتون الان مثلا ویلر اگه من نداشتم با 90 تا ریسپکت اورب میتونستم 3 تا ویلر بگیرم دیگه، خودم نرم جمع کنم برم باکس بزنم و 200 ویلر بگیرم و اینا. نه، این کارت هایی که اینجاست مثل کره میتونید بگیرید، خیلی راحت، ایزی، یعنی واقعا دیگه از این بهتر دیگه نمیشه. بعد حالا خوبیش اینجاست، این کارت پولی که اینجا دارید میبینید خب این آپدیت میشه بعدن. الان مثلا شاید بگید حالا چیزای زیاد دندونگیری توش نیست، هرچند بازم من این دارم اسکرول میکنم چیزای خوب میبینم، ولی حالا بگید خیلی چیزای جدیدم مثلا نداره، این به مرور آپدیت میشه و میتونید خیلی کارتای مثلا بعضی کارتای باکس رو خیلی راحت بگیرید. این نکتهش خیلی خوبه. بعد دیگه نکته‌ای که بخوام بهتون بگم اینه که فقط اگه میخواید این قسمت حالا ازش استفاده کنید، کلا یه نکته‌ای که داره اینه که روزی 30 تا از این اوربا بیشتر نمیتونید بگیرید، یعنی محدودیت روزانه داره، روزی 30 تا بیشتر نمیتونید بگیرید. پس اگه میخواید حالا اورب زیاد جمع کنید و کارت جمع کنید و اینا، حواستون باشه که روزی 30 تا بیشتر نمیشه، یه روزه نمیشه شخمش سه. آره فرمت قشنگی هم هست، پلیراش قویان. حالا من یاد فرمت قدیم مثلا چه میدونم 5 6 سال پیش میندازه، یه همچین حالتی داره دکاش هم نگاه کنید، مثلا شارک داره، یه دک شارک خیلی مثلا ریز داره، خیلی کار خاصی نمیتونه کنه ولی قشنگه دیگه. اسکیل داره، اسکیلاش فرق میکنه با اسکیلای اون موقع، اما حالا اکثرشون مثلا میشه شارک تریگر دارک میشن تریگر، حالا یه همچین اسمایی داره. بعد دیگه آره دیگه یه فرمت خیلی کره دادن دستمون، قشنگ میشه ازش استفاده کرد. امیدوارم که نهایت استفاده رو ببره. این واقعا بهترین کمکیه که میشه به کاراکترهای به حالا پلیرهای جدیدی که به گیم میان کرد، چون یکی از مشکلاتی که اصلا لینکس داره اینه که هر کی میاد تو گیم کویر خال، اصلا هیچی نیست، واقعا هیچی نیست، یعنی بعد از صفر بکوبه اکانتو بیاد بالا. این کار خیلی رو مخه واقعا، چون اصلا اولای گیم هیچی نداره آدم.
حالا الان که این بخشو درست کردن حداقلش اینه که تو مثلا این استارتری که مثلا واسه یوما بهت میدن و میبری تو رنگ پلی میدی، رنگ‌های پایین با این میشه وین گرفت، ولی قبلا حالا نمیشدش. حالا امیدوارم که بازم کونامی از این سورپرایزا واسمون داشته باشه. از این ویدیو هم تا اونجایی که میتونید نهایت استفاده رو امیدوارم کرده باشید. فعلا گود بای تا ویدیوهای بعد.